من باید میرفتم، حالا مقصدی کجا. مشخص نبود، ولی میدونستم که من باید برم حرکت که نه، یعنی به اندازه یک چشم به هم زدنم شاید نه، اصلا فکر کنین مثلا از اینجا به اینجا باید جابجا بشم. آره باید جابجا بشم، یعنی یه جابجایی اصلا حتی اینم نه، خیلی ضربتی تر. توی این تلاشتون چه اون گفتن و چه این نشون دادن نوشته ها، شما دیگه دعوایی یا پافشاری یا خصومتی که بین شما و همسر بود براتون وجود نداشت؟ اصلا دیگه خشمی نبود، عصبانیتی نبود. اگرم میخواستم اون موضوع رو مشخص کنم صرفا به خاطر ناراحتی پدرم بود، یعنی میخواستم پدرم متوجه بشه اگه من این کارو کردم این دلیلش بوده. اینو خب مگه این دلیلش رو متوجه بشه ناراحتیش برطرف میشه؟ نه، اون موقع این کارو فقط میخواستم بکنم که اون دروغایی که داره گفته میشه رو نخواد باور بکنه. یعنی پدر از دو چیز ناراحت بود. یکی از دروغا، یکی از اتفاقی که بر شما افتاده. درسته. شما می‌خواستید این بخش دروغا رو کمک کنید به پدر. بله، که متوجه بشه که موضوع اصلا این نبوده. بعد که دیدم که اینها حالا متوجه حرف نمیشن یا اینکه اصلا نمیتونن حرفای من درک بکنن یا نمیبینن، دیگه به اندازه میگم چشم به هم زدن خودم رو دیدم توی جایی که حالا تمام به صورت خاکستری رنگ و تا بی نهایت، یعنی میتونی مثلا بگی دیوار خاکستری، ولی دیوار خاکستری نبود، فقط همه چیز خاکستری، یعنی اون خاکستری رنگ که میگم یه عمق داشت تا بی نهایت. وقتی که وارد شدم، حالا در دیوار آسمون خاکستر زغال دیدین چه رنگیه؟ یه رنگ حالا شاید این شکلی، یه مقداری باز تیره تر، یعنی در و دیوار، آسمون، زمین همه این رنگو داشتن، این رنگ توسی، رنگ خاکستری رو. نکته مهمی که اینجا هست در وقایع دیگر کمتر مشاهده میشه این است که اون حالات انسان یک زمینه‌های سعادت یا شقاوت رو ایجاد میکنه. این رو باید دقت داشته باشیم. اون وقت اگر حالات خوب باشه، این حالات عمدتاً جنبه بالایی داره، به آسمان و در حال بهشت و اینها اشاره میکنه. اگر این حالات نامطلوب باشه، در قالب زمین ظهور پیدا میکنه. لذا در روایات ما هست که جهنم در زمینه. زمین نمود ماندن انسان تو این عالمه که انسان فقط به این عالم توجه بکنه، به تعلقات این عالم، به رسیدن به شؤون این عالم. این خودکشی ها نماد این حقیقته که اینها میخواستن به امور این عالم برسن، نرسیدن از راه‌های مختلف و به نوعی از که هم توی برنامه اینا به یه پوچی رسیدن و از اون حقیقت خودشون غافل شدن. از این نظر این شخص یک زمینه‌ای داشته که همه این امور براش آشکار شده و خدای متعال پرده برداری کرده برای او که تنبه پیدا بکنه که بره به طرف اون جنبه سعادت و این غمها رو که اساس در حال خودکشیه، این رو دیگه از بین ببر. این خودکشی ها در اثر دور شدن از این حیات واقعی، حیات طیبه است. تو عالم زندگی دنیایی هم این رو به ما فرمودند که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که در مقابلش اگر ذکر الهی نباشه این وحشت، این اضطرابه قطعا خواهد بود که اگر ادامه پیدا بکنه به اون خودکشی ها منجر میشه. همین رنگ خاکستر معمولی، خاکستر معمولی میگم، رنگ خاکسترش میتونم به اون تشبیهش بکنم به جهت اینکه دیگه شما وقتی خاکستر میبینی حالت پودر مانند میبینی، ولی اون پودر نیست، اون عمق داره. یعنی شما میدونی که الان اینجا خاکستر دوده، ولی میدونی تا خیلی بی نهایت این خاکستری عمق داره، ولی ما خاکستر رو شبیه پودر میبینیم، خاکستر زغاله، ولی اون پودر مانند نبود. از نظر رنگی تیره تر و عمقدار بود به این شکل.
خاکستری که عمق داره، من اینطور فکر میکنم که بیانش برای شما و درکش برای من سخته، چون مادی این عمق ظاهرا مادی نیست. یه مثال میتونم شاید براتون بزنم. مه رو دیدین عمق داره؟ بله. مه یه عمقی داره دیگه. بله. و شما ولی این عمق با فرقش با مه اینه که شما تا بی‌نهایتش رو میتونی ببینی، منتها مه رو شما همین فقط تا زاویه دیدی که مثلا دیگه براتون هست میتونی، دیگه بعدش رو نمیتونی ببینی. ولی ما بعد از اون رو هم میتونیم تا الی و بی‌نهایت ببینیم. تا بی‌نهایتش رو میبینیم. بله، تا بی‌نهایت شما میتونی ببینی. تمام دیوار، مثلا آسمون، زمین، حتی هر چیزی که اونجا وجود داشت، یعنی همه و همه طوسی رنگ بود. و این محیطی که میگم یه محیطی که بود تا دور دست ها ادامه داشت، یعنی ته نداشت، این شکلی بودش. حالا این دیوارم هست تازه، در صورتی که هم دیواره که اومده اینو از یه محل دیگه جدا کرده که حالا محل جلوتر براتون توضیح میدم که چه شکلیه. ولی با این احوال این خودش یه عمق بی‌نهایته که بعدش یه محل دیگه شروع میشه که باز اون بی‌نهایته. دیواره ولی نیست. ولی دیواره ولی نیست. غباره ولی نیست. بله دقیقاً. باید مانع باشه ولی نیست. بله. بعد رنگ طوسی رنگم که بهتون میگم طوسی هست، ولی یه طوسی میتونم بگم مثلا رنگ خاکستر طوسیش خورده طوسی سفیده، ولی یه طوسی تیره تر ولی حالت زنده تر، یعنی مثل خاکستر یا مثلا خاکستر اینها نیست. ولی شما ما الان درباره خاکستر صحبت نمی‌کنیم. نه. شما یه کلمه نزدیک به اون انتخاب کردید. بله دقیقاً. بله. حالا من چیزی که نظر منو جلب کرد تو محیط قبرهایی بود که تا بی نهایت این قبرها در کنار هم چیده شده بودن. وقتی میگم بی نهایت قبر خیلی زیاد، یعنی تا چشم کار میکرد این قبرها بودن. حالا دیدین ما توی اینجا وقتی که میخوایم یه مجموعه یا مثلا فکر کنید یه سری قبر رو ببینیم، اولین قبر رو بزرگتر و به صورت همجوری کوچولو میشن تا میره الا، ولی این قبرها رو تو اولی رو هر چقدر میدیدی انتهایی رو هم به همون شکل و همون اندازه میدیدی. این نکته مهمی هست. آره، یعنی حالت پرسپکتیو نبودن اینها. بله. همه اندازه هم تا انتهایی شما کوچولو نبود. مثلا بگی ریز شد دیگه من نمیبینمش. انتهاش کجاست؟ انتهاش بی‌نهایت. بی‌نهایت. توی همین حال که داشتم این قبرها رو مشاهده می‌کردم که این قبرها اصلا برای چی ان، اینها ناگهان 2 نفر بودن خیلی بزرگ، یعنی مثلا الان من که مثلا توی این قد هستم، اونا مثلا نزدیک شاید بگم 20 برابر من بزرگتر این شکلی بودن. یعنی من اندازه یه مور، شاید بگم مثلا اندازه یه خرگوش در برابرشون این شکلی بودن. دستای منو یکیشون گرفته بود این دست و یکیشون هم این دستامو گرفته بودن و دستای من تا اونجایی که اونا خب به هر حال وقت خب خیلی بلندن، دستای منو گرفتن، دستای من هم به اندازه اونها کش اومده بود، یعنی کش اومده بود ولی دستای من تو دستشون بود و منو روی زمین میکشیدن. اینا انگار بدنشون لجز بود ولی مثلا چرک بود، مثلا کثیف بود، مثلا بوی تعفن، این شکل طوری بودن و اینا اومده بودن که منو به خودشون ببرن. بعد انگار از سنگ ساخته بودن، سنگ ساخته شده بودن ولی سنگ هم نبودند، یعنی میتونست اینجوری مثلا متصور بشی، مثلا شاید شبیه مثلا یه غول نمیدونم، یا مثلا نمیدونم مثلا بگم شبیه چه چیزی، مثلا انگار لباس پوشیده بودن ولی لباس هم نداشتن، این شکلی بودن، مثلا پوشیده بودن ولی پوشیده نبودن، این شکلی بودن. میگم حالت خیلی عجیب غریبی داشتن. صورت‌هاشون هم حالت همین حالت چروک مثل سگای بولداگ، دیدین چه شکلیه؟ اون شکلی. مثلا چشم‌هاشون مثلا چشم داشتن ولی مثلا میتونستی صورتشون رو ببینی، در صورتی که اگر مثلا اجمالی نگاه می‌کردی صورتی باز نداشتن. میگم این حالت خاصی بودن، یعنی هم جسم هم سخت بودن، هم نرم بودن، هم صورت داشتن، هم نشن، هم پوشیده بودن هم پوشیده نبودن، این شکلی بودن. دست منو گرفتن، 2 دست، یکی این دستم یکی اون دستمو، که منو میکشیدن رو زمین. از اولین قبری که عبور کردیم من دیدم که تمام این قبر حالت شن مانند بود و همه شنها خراب شد. یعنی این میکشیدن روی زمین چه حسی داشت؟
کشیدن نبود که من بگم الان من احساس میکنم منو میکشیدن، ولی این شکل بود که من از روی اینا حرکت میکردم و این قبرها که حالت شن مانند بودن یه دفعه خراب میشدن و تا بی نهایت این قبرها همه، مثلا از روی قبر اول منو میکشوندن ولی تا بی نهایت این قبرها همه شنها میومد بالا به همون شکل در اصل شکلی که داشت، یعنی همونجور مستطیل شکل که بود همونجور مستطیل شکلم می اومد به سمت بالا، ولی به صورت ابعاد داشتن، یعنی حجم داشتن. مثلا اینجور نبود که مثلا این همینجوری بیاد بالا، تو میتونستی تمام اون شنها رو دونه به دونه ببینی و وسط اون فاصله‌ای که بینشون هست رو هم در اصل ببینی. فاصله‌ای که بین چی هست؟ بین شنها. یعنی الان ما دیدیم مثلا یه مشت شن رو برمی‌داریم، شن‌ها همه رو اینجوری می‌بینیم که به هم چسبیدن دیگه، ولی اونجا بین این شن‌ها یک فاصله هست و این فاصله رو نمیتونیم بگیم فاصله، چون این یک اتصال هم هست، یعنی هم اتصاله هم فاصله. ما اینجا به شکل فاصله می‌بینیم دو چیز رو از هم به صورت جدا، ولی اونجا اون فاصله اتصال بین این مثلا حالا دو تا شنه. یعنی اون فاصله خالی نیست، خالی نیست، یه اتصاله. ما بهش میگیم فاصله ولی فاصله نیست، اسمش اتصاله به نظر من، چون اون وصله، اصلا اونا به هم وصلن ولی وصل نیستن. شن اتصال بله به همین شکل و همه تا الا به هم متصلن تا بی نهایت. و دونه دونه شنها رو میدیدین جدا؟ دونه دونه بله، جدا جدا میتونیم جدا جدا میبینیشون. اون اتصاله رو میبینی که حالا بین اینها در اصل فاصله است ولی اتصال در اصل انگار این به اون وصل شده به وسیله این فاصله. این بی نهایت دانه شن همراه با فاصله هاشون که شما میدیدین برای خودتون شگفت انگیز نبود که من چرا این همه دانه شن رو با این جزئیات با فاصله ها دارم میبینم؟ نه اونجا اصلا به این موضوع فکر نمی‌کنی که مثلا اولین بار اینو میبینی الان متعجب بشی، به جهت اینکه اون فاصله بین من با اون شن وجود داره و اون شن واسه، یعنی ما هم اون اتصال بین من و اونم هست، یعنی بین دونه شن و بین من اون اتصال هم هست، یعنی من هم با اونا وصلم. یعنی علاوه بر اینکه فاصله بین دو تا دونه شن یک موجودیتی داشت بله. که بهش میگید اتصال، حالا بین من تا هر دونه شن هم یک فاصله. و حتی کسایی که تو اون قبرها هستن اتصال بین همه هست تا الا، یعنی همه ما یه جور به هم وصلیم. کسانی بودن توی اونها؟ بله الان براتون صحبت. خب من هنوز به اونا نرسیدم. نه. همینجا یه مسئله رو بگم. شما فاصله خودتون تا هر دانه شن رو یک موجودیت میدیدید که هست. بله. فاصله اتصال، یعنی شما هم بی نهایت اتصال بی نهایت دانه شن داشتید. چون تا الا من به همه وصل و اونها به من وصل و این اتصال برای کل شن و تمام چیزهایی که اونجا بود، یعنی همه به هم وصلیم، همه انگار یک واحدیم، یکی هستیم. جدایی وجود نداره که من بگم من از این جدا هستم. درک این اتصالات و این دونه ها و همه اینها تمرکز روی یکی باعث نمی‌شد تمرکزتون روی یکی کمتر بشه؟ اصلا همه اتصال ها همه شن ها رو با هم میدیدی. حالا الان من میگم دونه شن، این دونه شنی که ما اینجا در اصل مشاهده میکنیم یه حالت سنگ مانند داره دیگه. بله. سنگه که شما مثلا میگه خب یه سنگه، آره میگه سنگه دیگه، ولی که داخل همون شن دوباره یک عالمه، حالا میتونم بگم ریزبافت های کوچولو است که این شن رو در اصل تشکیل داده و اونا باز بی نهایت هم و دوباره بین اونها اتصال هایی وجود داره. مولکول های هوا رو میدیدم تشکیل شده از قطرات خاک و خون، ذره خاک و ذره خون. حقیقتش چون اصلا مولکولا رو اینا رو سلول مولکولا رو میشد ببینی، یعنی